بابا طرف اومده پیام داده به ما، گوش کن تو رو خدا خنده داره، برای من خنده داره. طرف اومده پیام داده به من، پیام داده آقا ما چطوری به شما اعتماد کنیم. گفتم برو پیجمو ببین، دوباره بیا بهم پیام بده، برو پیجمو قشنگ فیلما رو ببین، دوباره بیا با هم صحبت کنیم. رفت فیلما رو دید، اومد گفت آقا نامدار مخلصم فلان بیسار. گفتم خب الان اعتماد کردی؟ اعتماد جلب شد؟ فهمیدی ما داریم چجوری فعالیت میکنیم؟ گفت آره آقا اعتماد کردم. بعدش که اومد پولو بریزه سیستمو بخره، اومد اینجوری که آقای نامدار 5 میلیون تومان به من تخفیف بده. گفتم چرا من باید به تو تخفیف بدم 5 میلیون تومان؟ چرا من باید این کارو کنم؟ من تا حدی که در توانم بوده اومدم قیمت سیستمو جوری گذاشتم که یک قرون اگه بخوام کم کنم باید جیب خودم بدم. چرا من باید؟ تو چرا فکر کردی که این سیستما رو من میرم میسازم مثلا مال تو میارم؟ خریدن تو یا نخریدن تو اصلا برای من مهم نیست. فدای سرم، میخوای بخر میخوای نخر، اصلا توفیقی به حال من نداره. دلم میسوزه به حال شماها که دارم این سیستما رو میذارم به فروش، میرسونم به دستتون، شرکتی 18 ماه هم ضمانت میکنم. چرا؟ وجدان، شرف، به خاطر اینکه دلم میسوزه، به اون خدای بالا سر دلم میسوزه. وگرنه فدای سرم، میخوای بخر میخوای نخر، اصلا واسه من مهم نیست. به درک واسه من مهم نیست. مگر درآمد من از سیستم فروختنی که من بخوام واسه مهم باشه که آقا جان سیستم، اصلا واسه من مهم نیست. اصلا 1% هم واسه من مهم نیست که تو بخوای سیستم بخری یا نخری. درآمد، منبع درآمدی من از یک چیز دیگه است، از یک کار دیگه است. اصلا هم واسه من مهم نیست که تو بخوای سیستم بخری یا نخری. به شرط این سیستما رو آوردم که 18 ماه ضمانت بذارم. به شرط این سیستما رو آوردم که فیک نباشه. اسممو گذاشتم وسط، آبرومو گذاشتم وسط، شرفمو گذاشتم وسط، صورت این قیافمو گذاشتم وسط، چهرهمو گذاشتم وسط. ببین اینایی که دارن میان با ماسک فعالیت میکنن، اینا یه جای کارشون میلنگه که ماسک میذارن رو صورتشون میان فعالیت میکنن. ولی حمید نامدار وقتی که تو بیای با شرف فعالیت کنی، دیگه نیازی به این نیستش که تو ترس از چیزی داشته باشی. ترس فلان چیزو دارم، از فلان چیز نگرانم، اصلا واسه مهم نیست. اصلا واسه مهم نیست. به درک افسر السافلین که تو میخوای بیای سیستم بخری یا نخری. درک افسر السافلین، والله به قرآن چی میگن؟ یه ضرب المثلی هست میگن، واسه من مهم نیست. پس فکر نکن یه موقع اشتباه نکن، یه موقع نه پیام بدی بگی مثلا سیستمات گرونه، مثلا من میگم پین پوینتر اینقدر تو بگی گرونه خداحافظ نمیخرم. به درک فدا سرم، فدا سرم، دیگه بهتر شفافتر از این. فدا سرم. من دلم میسوزه واسه هموطنم، دلم میسوزه چون وارد این کار شدم، چون همون اول که وارد این کار شدم با عشق و علاقه وارد این کار شدم. بحث مالی وسط نبوده به فاطمه زهرا، به این شبای عزیز بحث مالی وسط نبوده، به این محرم بحث مالی قرونی وسط نبوده که من بخوام واسه 1000 تومان پول فعالیت خودم را آغاز کنم توی این راه. مردشون این فعالیتی که بخواد به خاطر 1000 تومان پول آغاز شه توی این راه. مخلص تک به تکتون هستم. امیدوارم که توی هر کاری که دارید انجام میدید موفق باشید.